سلام احترام. یکی از توصیه‌ای که خیلی متداول پزشکی استراحت کردن بود. استراحت کردن هم مثل شرایط دارید. ما به جز یه سری موارد استثنا که خیلی نادرن به همین موارد بود که استراحت مطلق نباشه، یعنی استراحت نسبی باشه. استراحت مطلق ما خودم توضیح میدم که به جز اون که سودی برامون نداره یه سری عوارض هم داره. عوارض استراحت مطلق جدا از این که ضعف عضلات میده در دراز مدت با اصابه جبران ناپذیر میده، یکی از عوارض خطرناکش لخته شدن خون در اندام فاصله اندام تحتانی شایع‌تره. این بیمارمون همیشه آرزوی داریم، حالا کلا آیسی خیلی شایع‌تره. این لخته شدن بهش اصطلاح میشه دیپ وین ترومبوسیس دی پی یا ترومبوز رایفه عمقی. علتش یه تریاد هست، تریاد سیگانه. سه تا علت خیلی مهمی داره. یکی استیسیس یا بی حرکتیه، یعنی وقتی اندام‌ها حرکت نداشته باشن و اون جریانش کم بشه و در صفر برسه، این استعداد لخته شدن رو میبره بالا. یکیش آسیب دیواره رگ‌هاست. آسیب دیواره رگ مثل کاتترها و کنجوکت و موارد تغییر میشه تو آیسون موارد شایع‌تره. یکی از موارد دیگه هم مورد افزایش انعقاد پذیریه، یعنی حالت‌هایی که اون حالت‌ها انعقاد پذیری میره بالا، مثل عفونت، مثل سرطان‌ها، مثل دیهیدریشن یا کم آبی که خیلی توصیه می‌کنیم آب مصرفش زیاد باشه. علتش همینه. خب این بیماری تو آیسی میده، البته آیسی کاریتری، ولی خب در کل توصیه میشه که این حرکتی مطلق نباشه. همون که مشاهده می‌کنیم اختلاف‌های اندام تحتانی، این اندام تورم داریم و سفت شدن هم مشاهده میشه. توی اندام کمتره و توی اندام یک لخته غیر عمقی داریم که باعث شده جریان خون متوقف بشه و خون برگشتی به قلب متوقف بشه و تو اندام تحتانی تجمع پیدا کنه و این عارضه پیش بره. تشخیصش چه؟ تشخیصش الان تشخیص سونوگرافی داپلر هست، سونوگرافی عروقی که خیلی کمک می‌کنه. توی سری موارد تشخیص‌های تکمیلی هست مثل سی تی اسکن و این سری آزمایش‌های تخصصی، ولی خب اکثر موارد سونوگرافی داپلر کافیه و تشخیص مسجل می‌کنه و خیلی مهمه که بلافاصله تشخیص بدیم. این بیمار به موقع تشخیص داده شد، درمان براش شروع شد. درمان داروهای ضد لخته هستن که استیپاین وریدی داروهای مختلف که با دوز بالا باید شروع بشه برای بیمار. و این چیز که خیلی خطرناکه حالت دستور برن و برگشت خون که مختل میشه، خود این لخته ها ممکنه آزاد بشن و این خیلی ترسناکه بشن. این امبولت یا آمبولی ریل و برن وارد عروق ریه و جای مختلف بدن بشن و این آمبولی خیلی خطرناکه. این آرزوی خطرناکه که حتما باید به موقع تشخیص بدیم، بیمیتی رو پیشگیری کنیم، درمان به موقع و پیشگیریش هم تو مواردی که گفتم معدل بس که ما استراحت هیچ وقت مطلق نداریم، استراحت باید نسبی باشه. تو مواردی خب امکانش نیست که ما باید استراحت کنه، حرکت نداره، ترجیحاً باید یه سری مواردی که برای پیشگیری استفاده میشن، حرکت دادن اندام تحتانی، استفاده حرکت دادن اندام تحتانی، یا اگه نمیشه از جوراب‌های الاستیکی بانداژهایی که انجام میشه، یا پمپ‌ها تو آیسی با پمپ‌ها استفاده می‌کنیم که متناوب پمپ می‌کنم سمت بالا و این حرکتی رو از بین میبرن. پس اون تریاد ما باید از بین ببریم، بشکنیم و سیکل نهیم با تا دچار آرزه نشیم. خدا شکر این بیماری به موقع درمان براش شروع شد و در حال درمانه و آزمایش هم داره فکر می‌کنه که این درمان کامل انجام بشه. ممنون از نگاهتون.